سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از من امروز اومدم شهر بازی در ماینکرافت. قبل اینکه وارد این سرور شم یک کاتسینایی رو پخش کرد که ما الان باید وارد شهر بازی بشیم. برعکس وارد میشیم. وارد شدیم انگار که یه آقای چی فروشی صندوق بستنی یه همچین چیزی شاید پلیت. خب نمیدونم چی میگن اینا. خب بریم همه رو الان بهمون توضیح بدم. ما کجاییم؟ این دم دره. خب اینو ما میریم این موضوع جو خیلی خوب. خب مستقیم بکن از همین چپ حالا چوب یا آمرتاز خیلی وقت مورد بوهای اضافه کردن داخله. میتونی اینجا بشینی. با دوست دیر میتونی رو با داک میفروشه. تخته رو برم $0 نقشه ها جاقایی که ما بلیت داد چرخ فلکس همش سلام کنیم آقای پرستانه آقا چی شد؟ حرکت نمیکنم بچه ها. ساعت واسه 4 3 2 1 تا موقعی که من میرم بالا لایک رو بزن، دکمه لایک رو بزن، سابسکرایب هم بکن. عزیزم قربونت برم سابسکرایب کن. سابسکرایب یادت نره، ساب کن تا من بعد این ماشین برات برقصم. میرسم میدونیم شهربازی باشم نگاه کنید بچه ها. خب کسی انگار سوار نشد. این بالا نمیتونم الان پیاده شم. نه نمیشه. راست فکرم افتادم. ترن هوایی داره. ترن هواییشو میریم چیزایی که جالبه رو میریم. مثلا اینو میریم ترن هوایی رو میریم. ولی که اصل کاریه دیگه نریم عجیبه. اگه لایک این ویدیو به 3 نفر برسه من یه قسمت دیگه از این میذارم و میریم بازی مثلا بازی دیگه شو امتحان میکنیم. چون من خودم تازه وارد شدم شهر رو برم میریم بازی دیگه هم تست میکنیم با هم. مثلا biz ترن تست میکنیم، ماشینا رو تست میکنیم، البته شاید تست کنیم. میره بالا. اسمم از اون ترن سوارشون خیلی بیشتر حال بده. این خیلی خونود بود. 3 دقیقه از ویدیو من رفت. من هنوز زنده بعد انگار حواسم نبود دستم. بچه ببینید بسید بذارید یه لحظه انشالله که یه دوره، چون خیلی حوصله ندارم. یا خدا ولی نه تو اون ور میشستی ولی خب اشکال نداره. این ورم به این ور باید نگاه نکن، این ور نگاه. خیلی حس خوبی داره. مثلا شهر بازی تو گوشی داره. مود اینو اگه خواستین کامنت بذارین بهتون مودو میدم، اگر نه مود مال خودم شما نمیدم. داریم میریم پایین. چقدر خیلی هیجان انگیز. تهران به نظرتون چجوریه؟ این دره تا من دارم میرم پایین و خارج شم و برم ترانه سوارشن تو سابو بزن، سابسکرایب کن سری. بودو لایک هم بکن. بودو ساب یادت نره.
ساب یادت نره، ساب یادت نره. چرخی زده اون فرماده. خیلی دیر اومد پایین و 5 دقیقه فیلمم تو همین لامصب بودم. ما منتظر میمونیم واسطه بعدش ادامه. خب بچه‌ها اومدیم بیرون بالاخره بعد از ساعت‌ها من فهمیدم باید یه دکمه میزنم تا پیدا شه. ببینیم بقیه چیه. مثلا این حالا این کنار نقشه بازی چیه؟ کلبه ترن، کلبه ترن ماشین برقی داره. اینجا بریم داخل این برای ترن دسته همشه میگه من سوار کن لطفا. طرفش میره واسه نامردی منم خود سوار شدم. بذاریم من سوار شدم. یا اول فصل یا خدا. اوه سند خیلی باله. اوه اونو بریم، اون خیلی باله انگار. برو بالا دیگه. اوه تا من تو ترنم دارم میرم پایین. تو سابو بزن، لایک رو هم بزن، وگرنه من ناراحت میشم از دست. بله من ناراحت شد دیگه، چون مود ماینکرافت هاردکورمون زد خراب شد. به هر حال ماینکرافت هم نمیدونم چه مشکلی داره. توی نسخه یکی دیگه از ماینکرافت اومدیم مود شهر بازی. چی کند میره؟ آقا من گفتم خیلی باله که. ای بابا چی؟ اصلا حسی نداره این بازی. اوه اوور پایین خیلی خوبه. دیگه سرعت باید میذاشتم تو این ترنشون، وگرنه اصلا خوش نمیگذره تو این ترن. بله دیگه خوش گذاشتن تو ترن خیلی بالتر از اینه که بری پایین. یا اول فرد خیلی خوبه. بنده بعد یه دور سوار شدم کل اصل شهر بازی میشه استفاده شد، ولی خیلی انگار خنکه بچه. پشتمو نگاه میکنم مثلا حال کنید. خیلی بی‌نمکم. بله هم بازی بی‌نمک شده، هم من بی‌نمک شدم، همه با هم بی‌نمک شدن. تونل وحشت باشه. چرا ما رو تونل وحشت؟ اوه باید تموم شه دیگه. اوه خیلی خنک شدیم مثلا. دوباره میره بالا. اوه من میخوام پیاده شم. چیز هیجانی خواستیم، ما اینو نمیخوایم. گفتیم الان میایم ترن سوار میشیم میریم هوا میایم پایین. حداقل ترنایی که تو ماینکرافت خودمون میسازیم سریعتر از این میره. خیلی خوب خوش من بزن بریم. اینجا کجا اصلا در بیارم نقشه کجا رفته. نقشه اینجا اینو بلند است. دختر چشم مشکی یه حبه گناه بده. اینجا
بکنیم بکنیم بزر باش این سطح نوشتان داره. این چیه نمی کلبی شدی موشه کورایی که میزنی تو سرشون. و این چیه موشک کار اصلیه اینه بچه این انگار اصلی هست برای ما اینو بریم بعدشون بریم رو معمولا کردیم قبوله. خب باید سوار شیم اما دیدون از این هست من سوار نمیذاریمش کجا میره بالا بچه از بچه واسه تایی من سپور کنه بعدش ویدیو آغاز. من تا اومدم پایین شما لایکو بزن سابسکرایب رو بزن بابا من دارم زجر میکشم به خاطر شما. بزن آقا لایکو بزن سابو من خوشحال کن بزن ایش بحال باشه دیگه واسه میخوریم سلامتی چرا نمیرسیم ای وی او نزدیکی تو خونه میره دلغه خونه معلوم نیست چیه بذار برم دلغه کنم وعظتان چونه حالا وعظتان چونه نمار پایین دیگه بابا ای جون ما اینجا ترجمه نکنیم ترجمه بله تجربه حتما باید بچسبه حالا شاید داره باید بچسبه گیر کردیم بالا بله خیلی ترسه بچه او دوباره بچه همین که این ویدیو رو دیدین لایک ساب فراموش نشه من بعد این بازی میرم لایک ساب فراموش نشه قسمت دوم این شهر بازی رو میذارم هرچی دلتون خواست بگین خدا نگهدار.